این نفران چند روز است که منتظر پرواز به روسیه هستند، ولی با سبب به تأخیر افتادن پروازهای شرکت اورال سرسان شدند. چه روز شد؟ کدام شهر؟ مسکو ژوکو. چی میگه؟ میگه که اوقی زدش که اوت نپردایسن میگه. چیکار میکنه اینجا خوب من سه روز شد. میرم قبول مونم اینا. 2 روز 3 روز میرم هر روز. دیگه روز است. رفتم اومده سی مکه. یگان کسی اون گپ انیق میگه؟ نه تا حال نگفتم. معلوم نیست میگه. بلیط شما کی بود؟ 15 چسلا. 15 مارس. بله. این ازدحام در نزد نقطه شرکت اورال در فرودگاه دوشنبه است. آنها در روی خط مسافرانی که باید پرواز کنند نام خود را میجویند. رهبر نمایندگی شرکت اورال در تاجیکستان گفت سبب پیش آمدن وضع تحریم های جاری شده علیه روسیه می باشد. سانکسیا بود که سامولت‌های در رجیسترین اروپا دا محکم کرده شوند. امروز سر کردم و را پی رجیستر تکرار سامولت‌مون برای رسید دادم دیگه نمیشه زدیش کرد. سرسانه مسافران شرکت اورال تنها در فرودگاه دوشنبه نیست. عین چنین حالت حالا در فرودگاه خوجند و بعضی فرودگاه‌های روسیه هم دیده می شود. فرزندم باید 2 روز 2 سوت کشید زدش کرده. در کدام شهر؟ مسکو دا. هنوز معلوم نیست که سرسانی آنها کی به انجام می رسد. بعد از قطع شدن پروازهای شرکت سیبریا S7 به تاجیکستان، شرکت اورال از اساسی ترین شرکت های هواپیمایی بود که میان تاجیکستان و روسیه مسافر می برد. ولی حالا با پیدا شدن مشکل در پروازهای شرکت اورال هنوز معلوم نیست که در بازار مسافرکشان میان تاجیکستان و روسیه باز چی دردسرهای برای مهاجران در راه است. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.